خب دوستان عزیزم، امروز اومدیم خدمتتون براتون یه حلوای خوشمزه آموزش بدیم. اسم حلوامون چیه؟ حلوای بیسکویتی. خیلی هم خوشمزه است. آره، من حلوا رو که بخورم فکر میکنم که بهترین حلواست که میشه درستش کرد. خب حالا میریم شروع کنیم به درست کردن شهد حلوا. مواد لازم: مواد لازم شهد حلوا: آب 3 لیوان، گلاب نصف لیوان، شکر 1.5 لیوان، هل آسیاب شده 1 قاشق چایخوری، زعفران دم کرده 1 قاشق مرباخوری. خب سینای عزیزم، حالا 3 لیوان آبی که داشتیم بریز تو قابلمه. ممنون. خب بعد 1.5 لیوان شکر هم داشتیم، اونم لطفاً بریز. آفرین. حالا لطفاً زعفران آب شده هم 1 قاشق مرباخوری داشته که آب کردیم دمش کردیم، اونم لطفاً بریز. خیلی بیش خوبه. بذارین لطفاً اینجا. حالا لطفاً 1 قاشق چایخوری هل هم داشتیم، اینم لطفاً بریز توش. ممنون. حالا آخرین چیزمون چیه آقا سینا؟ گلاب. نصف لیوان گلاب، اینم لطفاً بریز. خب ممنون. حالا چیکار میکنیم؟ قابلمه‌مون رو میبریم میذاریم روی گاز. بریم. الان ما شهد رو روی گاز گذاشتیم. همین که جوش اومد و یه جوش زد باید شهد رو خاموش کنیم، وگرنه شهدمون سفت میشه. خب دوستان عزیز نگاه کنید، الان شهد ما داره میجوشه. یه جوش زد، ما همش زدیم. الان موقع خاموش کردنشه. خاموشش میکنیم و میذاریمش کنار، دیگه کاری بهش نداریم تا بعدا. خب دوستان عزیز، الان میخوایم بریم خود حلوا رو درست کنیم. مواد لازم برای خود حلوا: مواد لازم حلوا: بیسکویت 3 بسته، کره 100 گرم، روغن مایه 1 لیوان، پودر نارگیل و کنجد و خلال بادام برای تزیین. حالا بیسکویت ها رو تو دستگاه غذاساز خرد کردیم. بعد میریزیم توی تاوه. باز بقیه‌اش رو خرد میکنیم. حالا بیسکویت های ما آماده است، خرد شد. ما همه رو میریزیم داخل تاوه. تو این مرحله پودر بیسکویت رو داخل تاوه ریختیم و حالا روی گاز گذاشتیم و شروع میکنیم مرتب به هم زدن تا اینکه به رنگ دلخواهمون برسه. بعضی دوست دارن این کم رنگ باشه،
بعضی دوست دارن تفت دادهش زیاد باشه، مثلا بیشتر تفت داده بشه که رنگش تیره تر بشه. حالا ما تفت میدیم، به رنگ دلخواه خودمون در میاریم. شما هم هر طوری که دوست دارین. یه موقع میبینید دوست دارین کم رنگ تر باشه، کم تفت میدین. دوست دارین پر رنگ تر باشه، بیشتر تفت میدین. خب دوستان عزیز، این بیسکویت های ما که تفت دادیم، ما اینقدر سلیقمون مثلا اینه که این اندازه باشه. شاید شما بخواین تیره تر باشه، شاید بخواین روشن تر باشه. حالا توی این مرحله کره رو اضافه میکنیم که 100 گرم برای 3 تا بیسکویت. تا کره هم میزنیم تا کره باز بشه. میزان روغن ما نصف لیوانه برای 3 تا بیسکویت، ولی من این روغن رو کم کم میریزم که یه دفعه زیاد نشه. کم کم میریزم، هم میزنم یه دفعه خیلی نشه، به اندازه باشه روغنش. همینطور مرتب روغن آروم آروم میریزیم و هم میزنیم. وقتی روغن رو میریزیم دیگه مرتب همش میزنیم که روغن به خوردش بره. موادتون خشکه، کمی دیگه اضافه میکنیم. خب حالا کم کم ما شهدمون رو اضافه میکنیم. شهد رو کم کم اضافه میکنیم، هم میزنیم تا خوب به خورد موادمون بره. باز بقیه مواد اضافه میکنیم. باز همینطور مرتب هم میزنیم. و حالا آخرین قسمت مواد رو هم میریزیم. باز به هم زدنمون ادامه میدیم. مرتب هم میزنیم تا حلوامون جمع بشه. الان خمیرمون حلوامون داره جمع میشه. مرتب باید هم بزنیم تا حلوامون کاملا آبش خشک بشه و جمع شه.
خب حالا خمیر ما جمع شد، حلوای ما دیگه آبش خوش شد و به اندازه رسید که الان ما باید تاوه‌مون رو اینطوری کنیم. اینطوری که کنیم الان به روغن میفته و لطیفتر میشه. خب هم وقت کافیه. بعد دیگه الان میریم که توی ظرفمون بکشیم این حلوا رو. الان ما حلوامون رو میریزیم توی دیس، بعد صافش میکنیم و بعد تزیینش میکنیم و مرحله آخر تزیینش میکنیم. حلوای لطیفی میشه. امیدوارم درستش کنید و بخورید و نوش جان کنید. نظرتون رو تو کامنت ها حتما به من بگید. لایک و دنبال کردنم فراموشتون نشه. ممنون. ما چیز خیلی خوشمزه‌ای توی این کانال بهتون یاد میدیم، پس اگر عاشق چیزای خوشمزه‌ای ما رو دنبال کنید. حتما. حالا کناره حلوامون با همین قاشق صاف میکنیم و فرم میدیم. بعد یه مقدار از حلوامون یه مقدارش رو میریزیم توی قیف، سرش هم یه ماسوره میذاریم که بتونیم رو حلوامون رو شکوفه بزنیم که خوشگل‌تر بشه. خوشگل. باشه. این شکوفه ها رو زدیم و یه مقدار شکوفه هم وسطش میزنیم. سینا جون فقط لطفا از این خیلی وسط اینا اینطوری بزن. اینطوری. شکوفه های حلوامون تموم شد، تزیینش کردیم. الان میخوایم با
کنجد که لابلای این شکوفه ها میریزیم. بعد از کنجد ریختن آخرین مرحله تزیین پودر نارگیله. یه مقدار پودر نارگیل میریزیم روش، هم مقوی تر میشه هم قشنگتر و خوشمزه تر. امیدوارم این حلوای بیسکویتو رو درست کنید و بخورید و لذت ببرید. نوش جانتون. نظرتونم حتما برای ما تو کامنت بنویسید. اگر مشکلی چیزی هم دارید به آیدی تلگرامی که توی کپشن گفتیم پیام بدید و مشکلتون رو بگید، در اسرع وقت بهتون میگیم. حالا این حلوای خوشمزه رو میخوایم با نوه عزیزم تستش کنیم. به نظر خودمون که خوب شد. عالی شده. امیدوارم شما هم درست کنین و نوش جان کنین و خوشتون بیاد.